یاسین باباکالانوف در مرحله نهایی وزن تا 65 کیلو با نماینده فدراسیون روسیه برای مدال طلای مسابقه بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به گوشتین گیری مبارزه میبرد. باباکالانوف برادر امامعلی نورعلی است. ستون گذاشتن هم ممنوع است. از این نقطه نظر داور به پهلوان روسیه آگاهی داد. یاسین در فرصت خیلی مناسب است. امیدواری های ما برای اجرای عملی خیلی خوبی ورزشگر زیاد است. رقیبش هم بسیار تجربه و استعداد خوب دارد. از این گوشستان معلوم است که خواستبارهای منتخب روسیه خیلی در نمادهای گوشین تجربه بزرگ دارند. یاسین را خاص گرفت. دیگه اما نتوانست. خوشبختانه نتوانست. یاسین مراتب هم بسیار با حرکت خوب. بسیار هم خطر، اما داور اینجا چیزی اشاره نکرد، از میدان بیرون بود. حالت خطرناک بود، از میدان بیرون شدن. بعد ایستاد بود که علاقه فکر میکنم یا داورانی دیگر اینجا هم داوری بالای گلیم این لحظه را یک بار دیگر مورد نظر قرار داد. چیزی نیست. خوشبختانه از میدان بیرون بود. امر داور اینجا هم اشاره دستش این گفته ها را در نوارها تصدیق کرد. عملهای غیرعادی دارد این گوشستانی منتخب روسیه. دیده نهایت کارش را کرد. بسیار خطرهای غیری انتظاری را با وجود آورد در این لحظه ها. یاسین برنده مدال برنجی قهرمانی جهان در جودو است. رومان کرملیان اینجا این گوشتباری که قبلا ما گفتیم هم دسته این چهره بود. خیلی استعدادی والا.